سلام به همه دوستان. من محمد نعیمی هستم و خوشحالم که امروز اینجا با هم هستیم. 5 اشتباه کشنده که باعث میشه مشتری ازت خرید نکنه، حتی اگه کارت عالی باشه. چون مشتری بهت میگه ممنون، بعداً تصمیم میگیرم، یا الان حوصله خرید ندارم. اینا بهانه ها هستن. واقعیت اینه که تو در حین ویزیت مرتکب اشتباهاتی میشی که باعث میشه مشتری ازت خرید نکنه. امروز میخوام 5 اشتباه کشنده که باعث میشه مشتری ازت خرید نکنه رو براتون توضیح بدم. از اینکه در این ویدیو با من همراه هستید بسیار متشکرم و از اینکه کانال رو سابسکرایب میکنید بسیار ممنونم. 1. شروع ضعیف مکالمه. اولین اشتباهی که خیلی از بازاریاب‌ها مرتکب میشن شروع ضعیف مکالمه است. تصور کنید مشتری در حال خریده و شما میرید سمتش و بهش میگین ببخشید مزاحم شما شدم. این بدترین جمله برای شروع یه مکالمه و ویزیته. اجازه بدید یه داستان واقعی براتون تعریف کنم. من یه بازاریاب داشتم که مدتی بود فروشش افت کرده بود و خیلی از مشتریاشو از دست داده بود. تصمیم گرفتم همراهش ویزیت برم و ببینم علت چیه. چون مشتریاش چیزی ازش نمیخرن. در اولین ویزیتش متوجه شدم که دقیقاً با همین جمله شروع میکنه. سلام، ببخشید مزاحم شما شدم. حالا بهترین جمله برای شروع چیه؟ راه حل چیه؟ بهترین جمله برای شروع اینه که سلام، من محمد هستم از شرکت فلان و امروز اینجام که یه راهکار به شما پیشنهاد بدم که بتونه کسب و کارتو راحت‌تر و سودآورتر کنه. چه چیزی میخوان بهتر بشه؟ حالا چرا این جواب میده؟ چون این نشون میده که به مشتری اهمیت میدی و بهش راه حل ارائه میدی، نه فقط محصولو. برایان تریسی میگه اگه از همون ابتدا نتونستی اعتماد مشتری رو جلب کنی نمیتونی بفروشی. دومین اشتباه، تمرکز روی محصول نه مشکل مشتری. دومین اشتباه کشنده تمرکز روی محصول و ویژگی هاست، نه روی مشکلی که مشتری داره. خیلی از فروشنده ها لیستی از ویژگی های محصول رو معرفی میکنن و فکر میکنن این برای مشتری جذابه، اما حقیقت اینه که مشتری فقط به مشکلش اهمیت میده، نه ویژگی های محصول. اجازه بدید یه داستان واقعی براتون تعریف کنم. یکی از بازاریاب‌هایی که در شرکت پخش ما کار میکرد همیشه هر جا میرفت میگفت محصول ما بهتر از هر برند دیگه‌ای تو بازاره. وقتی مشتری ازش سوال پرسید چرا من باید اینو بخرم، بازم فقط به ویژگی های محصول پرداخت و هیچ وقت به نیاز مشتری توجه نکرد و همین باعث شد بعد از مدت زمان کوتاهی فروشش افت کنه. حالا راه حل و راهکار چیه؟ شماها باید پیشنهاد بدین چه چالش هایی در حال حاضر دارین تا مشتری نیاز واقعیشو بگه. بعد محصول رو به عنوان راه حلی برای رفع اون چالش ها مطرح کن، معرفی کن. تونی رابینز میگه مردم به چیزی علاقه ندارن جز حل مشکل خودشون. پس تو باید حل مشکل رو پیدا کنی تا بهشون کمک بشه. اشتباه کشنده سوم، زبان بدن اشتباه. خیلی وقتا مشتری به محصول اهمیت نمیده، اما به تو و ارتباطی که برقرار میکنی خیلی توجه میکنی. زبان بدن اشتباه یعنی احساس امنیت نداشتن، عدم اعتماد و حتی بی احترامی. حالا راه حل و راهکار چیه؟ ایستادن با شانه‌های باز، تماس چشمی مستقیم. در مورد زبان بدن در فروش حضوری من یه ویدیو کامل توضیح دادم، میتونی اونجا بازم ببینی. استیو جابز میگه هر چیزی که در حین ارائه خودت انجام میدی میتونه به مخاطب پیام‌هایی بفرسته. اشتباه کشنده چهارم، نپرسیدن سوالات درست. وقتی مشتری‌ها چیزی میپرسن خیلی از بازاریاب‌ها سریع جواب میدن، اما هیچ وقت از مشتری‌ها نمیپرسن که چه چیزی میخوان. یکی از بازاریاب‌های ما که در یه فروشگاه حضور داشت دید مشتری داره به محصول ما نگاه میکنه اما هیچ سوالی نپرسید. اگه سوال درستی میپرسید میتونستیم پیشنهاد دقیق‌تری به مشتری بدیم. حالا راه حل چیه؟ پرسیدن سوالی مثلا مثل این که چی براتون مهمه که این محصول به بهترین گزینه تبدیل بشه؟ این به شما کمک میکنه که مشتری خودش رو باز کنه و شما هم راه حل دقیقی ارائه بدید. زیگ زیگلار میگه
شما به کسی چیزی نمیفروشید تا زمانی که اول گوش نکردید. آخرین اشتباه ناتوانی در بستن فروشه. خیلی از فروشنده ها جلسه فروش رو خوب پیش میبرن، اما موقع جمع‌بندی و بستن همه چی پیششون به هم میریزه و از ترس رد شدن درخواست خرید نمیکنن. اگه قرار باشه همه چی خوب پیش بره و فروش بسته نشه، هیچ ارزشی نداره. من درباره نحوه بستن فروش یه ویدیو کامل گذاشتم. میتونی برگردی و نحوه بستن فروش رو در کانال یوتیوب من کامل مشاهده کنی. زمانی که همه چی رو گفتین و اعتماد مشتری رو جلب کردین، باید به مشتری سوال بپرسین. چطور میخواین اینو دریافت کنین؟ این سوال میتونه فروش شما رو ببنده و مشتری رو متقاعد کنه. و راه حل اینجا چیه؟ باید از مشتری به طور قاطع و با اعتماد کامل بپرسین. همین امروز سفارشتون رو ثبت میکنین که سریعتر به دستتون برسه. جردن بلفورد میگه بستن فروش هنر متقاعد کردن است که نمیتونی ازش فرار کنی. اگر از این اشتباهات دوری کنی، به یه فروشنده حرفه‌ای تبدیل میشی. یادتون باشه که فروش موفق نیاز به آموزش، اصلاح اشتباهات و تمرین داره. اگه این ویدیو براتون مفید بود، ممنون میشم که به دوستاتون پیشنهاد بدید، لایک کنید و حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فشار بدید. از اینکه در این ویدیو با من همراه بودید بسیار متشکرم و تا ویدیو بعدی به خدا میسپارمتون. دوستتون دارم.